کار رو تیمی خودش رها میکنه و از همین لحظه با 2 دقیقه تأخیر بازی بین دو تیم مس رفسنجان و سپاهان اصفهان آغاز میشه. نارنجی پوشان مس رفسنجان در تدارک حمله پشت محبتی جریمه فرصت شوت زنی هم دارند. سید مجید نصیری و اونجا سید حسین حسینی اولین دفع خودش رو خوب انجام داد. پرتاب بلند او، ضربه اول توسط بازیکنان سپاهان، هنوز توی هواست. ماتئوس کاستا برای هم تیمی خودش و اینجا میرفتیم ضربه اولی که میتونست تبدیل به گل رو بشه ببینیم. وحید حیدری کوتاه برای ماتئوس کاستا، لب خط. هادی محمدی رو در روی او هست، موفق در خود ماتئوس کاستا یه دور میزنه به عقب‌تر. سید مجید نصیری چی کار کردین؟ شوت زنه رفسنجانی. یک لحظه من گمان کردم توپ گل شد. خود وحید حیدری چپا ارسال بر روی دروازه، موفق‌تر مدافعین سپاهان اصفهان. خود دانیال جهانبخش باز هم میریزه بر روی دروازه و اینجا سید حسین حسینی یک لحظه از دروازه اومد بیرون. فرصت گلزنی، گل میبینیم یا نه؟ نتونستن. چه ضربه ای رو گل نکرد مهدی شریفی. میتونست بهتر از اینها کار کنه. مثل رفسنجان که آرمان رمضانی باشه برای ماتئوس کاستا. عجب پاسی داد آرمان رمضانی، لالیگایی پاس داد. ماتئوس کاستا کمی باید دقت خودش رو بیشتر بالا ببره. اینجا ضربه ای که زد و نهایتا توپ در اختیار سید حسین حسینی قرار گرفت. مثل رفسنجان کم کم ماتئوس کاستا داره پیدا میکنه. هنانوف، سانچز با بیرون پا موفق‌تر. بازیکنان مثل رفسنجان با نومن کردیش اشتباه میکنن. آرمان رمضانی و اونجا یک ضربه خطرناک به زمین سپاهانی ها. موفق‌تر هادی محمدی، ریکاردو آلوز در تدارک حمله. کریبلی کارت زردی رو هم قطعا نشون میده، قرمز رو نشون داد. تصمیم داور تصمیم درستی باشه. خطایی که امیرحسین صدقی برای کریبلی انجام داد. همچنان توپ و میدان در این دقایق در اختیار شاگردان محرم نوید کیا. ارسال بلند بر روی دروازه، موفق‌تر باز هم مدافع مثل رفسنجان وحید حیدری. این طرف باز هم سانچز خسته شده احساس می‌کنم. یک لحظه مدافع مثل رفسنجان توی دقایق باید یادشون نره که از دروازه خودشون محافظت کنه و اینجا میرفت که دروازه مثل رفسنجان با گل به خودی باز بشه. ضربه کرنر، یک لحظه اونجا ببینید همکاری قشنگه ریکاردو آلوز. پنالتی شد برای نارنجی پوشان سپاهان اصفهان. صحبت میکنه سید مجید نصیری. لیگ یونان بازی کرده. آقای امیر عرب براقی هم در سوت خودش میدمه. احسان حاج صفی نفس در سینه هفت. حاج صفی چپا و زد و درست هم رفت ولی تبدیل به گل شد. 1-0 سپاهان اصفهان مثل رفسنجان. حالا احسان حاج صفی شوت زنی هم میتونه بکنه پشت محبتی جریمه. آرش رضاوند یه سر توپ و اینجا دومین گل برای سپاهان اصفهان. گل دوم برای سپاهان اصفهان توسط آرش رضاوند از روی پاس تماشایی احسان حاج صفی. سپاهان 2 مثل رفسنجان 0. میلاد فخرالدینی توپ نریمان جهان رسید. ارسال بلند از او. نریمان جهان، ماتئوس کاستا باید قدر این موقعیت ها رو بیشتر بدونند. بازیکن مثل رفسنجان ارسال بر روی دروازه، میرفت این ضربه اول تبدیل به گل بشه که اینچنین نشد. ضربه که مهدی شریفی زد. پاسای کوتاه و هدفمند. حالا کریبلی و از بالای دروازه توپ بیرون رفت. توپ در اختیار دارن باز هم احسان حاج صفی. چه پاسی داد احسان حاج صفی. لطفی، محمد لطفی، 2 بازیکن رو از میشه رو برداشت. باریکلا. امام میرزازاد
منجی دروازه خودش شد و اینجا هم ضربه سرکش محمد امین حزباوی رو دفع کرد. ناجی تیمش شد در این دقایق. راحت 2 تا گل دیگه هم میتونستن بزنن روی همین زمین. سامان نریمان جهان، ارسال بلند، آرمان رمضانی، یه حرکت قشنگ. اگر گل میشد باور کنید شاید نامزده برترین گل میشد. مهدی شریفی 79 بازی، ضربه قیچی برگردون مهداد. متشکریم. ببینید اینجا یک بار دیگه مهدی شریفی اینجا حسین حسینی هم یک لحظه به خودش اومد و بس کنار دروازش بیرون رفت. بر روی تیر دوم و اینجا توپ در اختیار حسین حسینی قرار گرفت. مثل رفسنجان یک لحظه هم توپ رو لو دادن. حالا 4 در مقابل 4. باید ببینیم کی موفق تر خواهد بود. به سمت راست میبرن و اونجا ببینیم توپ گل میشه. بله، گل سوم مثل رفسنجان هم به تورشون اصابت میکنه. باید یادداشت بکنیم 3-0. گلی که توسط محمد عسکری به ثمر رسید. سپاهان اصفهان 3-0 صنعت مثل رفسنجان رو از پیش رو برداره. امیدوارم که از تماشای این بازی لذت برده باشید. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. شب بخیر. اللهم عجل